سلام خوش اومدید ویدیو. توی این ویدیو قرار با هم دیگه بریم اولین بار توی چنل یوتیوب من بریم و اتاق من رو ببینیم و یعنی اتاقی که من توش فیلم براتون میذارم و داخل پیج آپارتم که اینزی براتون میذارم یه ویدیو گذاشتم که داشتیم بک‌گراند درست میکردیم. خب دوستان لایک کامنت و دنبال کردن و سابسکرایب فراموشتون نشه و کامنت انگلیسی بزنید چون که یوتیوب کامنتاتون رو پاک میکنه، حسابتون رو پاک میکنه و اینکه حساب انگلیسی بذارید و بریم ویدیو. لیتس گو. خب دوستان من تو اتاقم و میخوام بهتون اینجا نشون بدم. دوستان اینجا کمد من رو میبینید که اینجا من برچسبامو نچسبوندم. اینجا وسایلمه، اینجا هم موقع ماشینم بودش و اینکه این بنری که درست کردم بهتون نشون بدم. اینجاست، اگه دوربین بهتون نشون میده و اصل کار اینجاست که مطمئن نیم بهتون نشون بدم. خب 3 2 1 فرمایید. این از چیه من دوستان اینجا رو ببینید. اینجا من زدم اینجا عکس مثلا استیکر و ایلومیناتی رو اینجا زدم، جوکر رو اینجا زدم، این آقا گوت آنتونی FC25 رد دیت. این دوستان کلاس فوتسالمه که من میرم و اینکه فکر کنم باحال بودش آوردمش اینجا. اینجا عکس تیم پرسپولیس. این هم یه بازی بود که من داشتم این چسب گرفتمش. این هم عکس کامل تیم النصر، آقای نیمار جونیور و آقای کریستیانو رونالدو، جود بلینگام. اینجا آقای الکس فرگوسن و اسکولز. اینجا بازیکن بارسلونا، رئال بتیس، دوباره گوت آنتونی، آقای رونالدینیو. این هم از مای هیرو آکادمی که کسایی که انیمه باز هستن میدونن این چه برنامه هستش، یعنی که فیلم انیمه هستش. این هم از چی؟ این هم رئال بتیس، گوت آنتونی، لالیگا. اینجا هم رئال بتیس داره. اینجا بروسلی داریم، بروسلی. این آقا لئو مسی، ای فوتبال 25. این بالا هم که ببینید. خب حالا میرسیم به بخش نوشیدن. بخش اینجا نور میزنه، به بخش نوشیدنی ها که من انرژی خوردم بهت نشون میدم. دوستان اینجا من شروع میکنم، اینجوری میگیرم که بهت نشون بدم. از اینجا میگم ایکس ری استارت فونتانا فکرم تو فونتانا هست میشه. وان دی، شاتل، وولف، نایت وولف، رد کوین، TNT، بیگ بر و فایر پاور، پیک، فکرم پیک، هایپ، بلک برن، فکرم درست میکنم، لایف، ستار لایف استار، دوباره هایپ. نه باشید اشتباه کردم، من اینو برعکس گذاشتم، الان براتون درست میکنم بهتون نشون میدم. خب دوستان اومده این بچه هایپه که عکس بازیکن آرژانتین روش هستش، عکس مسی و امیلی مارتینز و دیماریا و جولیان آلوارز و اینا هستن. با آخری هم که مانستر گرانترین انرژی به نظر من 120 تومن. این دوستان این ترشترین آب نباته که من اینجا گذاشتمش، کسایی که خوردن تو کامنت ها بنویسن. اینا اینم مجسمه یا همون فیگور آقای واکی باشی. و یه چیزی هم دوستان که نشون بدم که من خودم تو کارت درست کردم. بفرمایید این من قوتم 89، اتکم 90، دیفندم 79، میدفیلدر یعنی هافبکم 86. یه دونم چنل یوتیوب دارم که خود میبینید. دوستان من
اینم امضامه. اینجا هم نوشته اسی بارسلونا. این اسم چنلمه نوینیکس ماسه. این پایین نوشته. همین پشتش رو ببینیم. شماره 10 اسم کارت مستر کارت و کارت بیسیک هم هست. اینجا هم زدم که اتک، یعنی اینجا سبزه، اتک هم بازی کنم. و این بالا هم که میبینید اینجا عکس بچگی رو. بعد اینجا میخوام بهتونش نشون بدم. این مدالیه که من توی شیر رزمی گرفتم توی رشته پنچاکسیلات. اگه توی گوگل بنویسی براتون میاره. اینجا هم کامپیوتر منه مثبتم. بعد اینجا کامپیوترم، عینکم، پرده اتاقم که مشاهده میکنید. و این بود که اگه دوست داشتین با هم دیگه بیایم یک بک‌گراند خیلی بهتر درست کنیم و چیزای بیشتری بخشید به این روم اضافه کنیم و تو کامنت ها بهم بگین. و عشق منید. خدا نگهدار.